میدونی راز تکنیک هوپونوپونو چیه؟ این یه روش جادویی و باستانی از بومیان هاوایی که میگه همه چیز یکیه. هیچ کس از تو جدا نیست، نه آدم‌ها، نه اتفاقات، نه حتی درد و رنج‌ها. هر چیزی که توی دنیای بیرون تجربه میکنی بازتاب چیزیه که در درون خودت وجود داره. تکنیک هوپونوپونو یعنی مسئولیت کامل هر چیزی که تجربه میکنی رو بپذیری، نه سر گناه بلکه از سر آگاهی. رازش هم تو گفتن یه مانترای قدرتمنده. متاسفم، لطفاً مرا ببخش، ممنونم، دوستت دارم. وقتی میگی متاسفم داری به روح برترت میگی متاسفم که ناآگاه بودم. وقتی میگی لطفاً مرا ببخش داری میگی منو ببخش که این وضعیت بازتاب انرژی ناهماهنگ در درون من بوده. متشکرم برای این حضور و آگاهی که الان دارم. دوستت دارم یعنی عشق به خودت و تمام جهان هستی. هوپونوپونو یعنی بازگشت به خود با عشق. این تکنیک جادویی یکی از ابزارهای قدرتمند دوره خودشناسی رکساناست که میتونه بهت کمک کنه تا تغییرات واقعی رو در زندگی تجربه کنی. چقدر حاضری برای رهایی از احساسات منفی و رسیدن به آرامش واقعی تلاش کنی؟ اگه میخوای با دوره رکسانا و تکنیک‌های قدرتمندش به خود واقعیت برگردی یا از هر چیزی که تو رو عقب نگه می‌داره رها بشی، فقط عدد 7 رو بفرست تا دوره رکسانا رو شروع کنی.